زندگی چقدر است؟ خوب است؟ خورده بخورن؟ شرایط خورد و خراب چیه؟ سر میکنه؟ چی میتیان؟ همین سهری چی خوردی؟ مانیکاش با چی؟ تمام؟ تخ ندادن؟ شکر، مسکه؟ شکر مسکه دادن؟ همه کم کردن. обеда چی میتیان؟ обеда بسیارتر бар. میتونم بازگون نیستیم. باید خیلی میکشم بازگون نیستیم. Во много время во время обеда дают плов, разные блюда. Вы можете посмотреть там меню, там много чего есть. Ну, вкусные блюда всегда в обед есть. Нечего жаловаться, мы не имеем права, у нас нет такого права жаловаться. Потому что у нас все Вы имеете право жаловаться. Наоборот. Дорогой наш президент, почему мы должны жаловаться, если нам все хорошо? Если вы нас всем обеспечиваете, мы не имеем такого права. هیچی خچانم دادارم خواهرم خطی نکنجی دادار خواهر شکست خیلی ناز نگاه میکنم مامو ناز دامش ناز بعد کدام روز مادر خواهر؟ شنبه یکشنبه اینجا زیر میشم و برای شعر می نویسم برای پدر و مادرم برای شما برای پدرم نستگم 3 نفر در همینجا حاضر پدرشان وفات کردگی مادرش اینوالید در خانه میفهمید معین میکنید حاضر مادرش کی است که بینید وزارت مهنت و شغل عالی نهایت چیکار کرده است خبر میگیرید و ایشان در جاگاه خوب است در جای اینوالیدی است همینجا است کمکش میرسونید آمد باید نسونید صاحب نیستید شما بی پدر و مادر نیستید پدر و مادر شما رهبر دولت و حکومت فقط همین از خواهش داریم که شما انتظام نمونوی داشته باشید خب کوشش کنید که دانش آموزید رفتار و کردار خوب داشته باشید با یکدیگر معامله خوبی انسانی پیدا کنید با یکدیگر مهر و محبت داشته باشید یکدیگر عزت و احترام کنید وقتی که درسان بیمارخانه من اموجا رفتم میخواستم پیش جناب اولی برم لیک مرا نموندم لیک جناب اولی مرا دیده خودش پیش من چی خدمت کنم دکتر جان؟ برای شما یک من دا توفه آورده من شما دا باید توفه بیارم خدا دختر من گفتم با دستای خود من گفتم برای شما تایید کردم با گفت که عمق هنری والا دارید گفت که در کجای ناموده کردید من گفتم در خونه بعد جناب علی ای من پرسید که در خونه چی شرایط دارید چی خدمت کنم چی مشکل گپ زن شرم نکن دختر گپ زن من یک چیز کارخانه را چی کردنی پیش رئیس رومندگی ای مرا قبول کرد و داد که کارو را چی میکنم لیکن اولی هم چی نکردن چی کارخانه کارخانه گفتن همین جروب و همین چی یک جای دکان یا اونجا در خدمت میکنی یا که دخترها کارا جمع چند جا چند جا ده 13 دختر 13 دختر نام چی است
ماه تابان در نام صدقه در مولتی دو ماه ششم نوامبر ده ساخته میبرن با اسباب های دوزندگی میروی دخترکو را جمع کن کار کن من شما اسپورش اسباب میذاری چند دقیقه جاش معین میکنی یک جا دکان جای دست روشویی جای باشد که باید افراد شما گرم کنه یک دکان جای دوزندگی شما شما میکنی رحمت برای شما را قبول سلامت باشی وظیفه رابط خدمت کردن بخیر به مردم برای رابط است برای پرزیدنت است برای رئیس ولایت است وزیر است دیگر است وظیفه ببین این هنر بسیار بلند است حتما کمک میکنم دختر بسیار زیبا است باید میبرم خدا میپوشم حتما کوشش نشه باید میکنیم اما وظیفه ما خدمت کردن امی وخری با جناب والی زندگی من دیگر کرد حیات من دیگر شده من دیگر خودم خیلی ایست نکردم که من هیچ نمیتونم خونه برآمدن نمیتونم یک دختر خونشین دیوتی من خود دیگر هم خیلی ایست نمیکنم دنیای من دیگر خیلی شده این همین 4 ماشینی که هستن اینا هم نیز کمک جناب والی هستن جناب والی فوند ذخیره خودم با من اوه توفه کرده است رحمت با جناب والی من منادارم که صاحب کار شدم همین نمیدونم چه خیلی سخن من چی کنم ای خرسندی نمیدونم چی گفتن